کنجک ها رو هم همش را فراموش نکن. با شکنجه سخت قپید، میخم گیرید. با پیچ براره که 20 از دو طرف پیچ برارید، آن وقت کار تمام و سلام. همه رو چسبانید. کنجک رو میسازید و میمانید. فهمیدید؟ کدام کفشیر؟ من آن را از کجا پیدا کنم؟ کربید در کجاست؟ کفشیرگر را از کجا پیدا کنم؟ چند بار فهمانم. کنجک ها درونی انبار، در طرفی راست، درونی صندوق. البته کنج 90 درجه. با گمان من که تو پلیتکنیکی تمام کردگی. با تو کی گفت که لباسی ما رو بیار؟ دکتر؟ برای چی؟ او دکتر گفت که با شما لازم. با هر کس هر چیز خوب گفتن میگیرید. گپ زن. آخر من از کجا دونم؟ آروم شوید، آروم شوید، عصبی نشوید. رو از پیشه. و تو عقل داری یا نداری؟ در نبودن من برای چی تو لباس منو گرفتن در پرسیدن میبری؟ آخه ممکن نیست لباس منو بردن. میفهمید یا نه؟ من همین لباس برای چی من نبردی؟ نفهمیدم. وای دکتر گفت که نباشه. وای لباس بردن ممکن نبود. آخه میفهمید تو در اونجا چی عقلت میرسد یا نمیرسد؟ برای چی بردی؟ آخر شما خودتون خواهش کردید. این سپانسوری ما کجا رفت؟ جوابش دادن خانه اشرف. چی؟ پگه خبرگیری می آید. تو چی نشسته ای؟ خیز تو برای کی آوردی؟ نگم برای کی آوردی؟ اگر برای من آورده باشه من نخوردم ندیدم. نباشد برای کی میبردم؟ من نمیدونم برای کی آوردی؟ برای شما آوردم. فقط دروغ بگویی. اگر باور نکنید رفته از همون دکتر پرسید، همش رو خودش میگوید. همون دکتره بیار همون دکتره. رفتم میبیارم. من اثبات میکنم که تو به من نه خوراک آوردی، نه میوه آوردی، نه لباس آوردی، هیچی نه آوردی. این طرف رفتی، اون طرف رفتی، نمیدونم کجا رفتی. خزید رفتیم. کجا؟ به بیمارخانه میرویم. من روز اول به شما پول ریانیماسیون رو داده بودم. بله. روز دوم پول داروواری رو داده بودم. ها. برای شوهرم هر روز خوراک می آوردم. میبخشید من از این بیخبر. گپ زن. چی خیلی بیخبر؟ او هر روز باید دکتری سبزینه لاغرنما از دستم دویده خوراک رو میگرفت کو؟ سبزینه بروتین؟ سیب سیاه ها؟ سیاهک. حاضر. صبر کنید 1 دقیقه. حاضر. الو. شتیرلیت زود بیا. زود. فهمیدی؟ حاضر. دکتر حیوانات میآید. تکنیکوم وای جانشینی من. سارت گفتم با تو اینجا بیا. اینجا جای معیشت نه. فهمیده؟ ردمت اگر اینجا کار کردن لازم. فهمیده؟ بیکار خوجا کار کنه. فقط منوشند خلاص. السلام علیکم. جیغ زدید؟ بله. کدام کارمندی ما خراب سیاچیره باقلا جان مانند است؟ این همون کارگری نو دکتری که با کار قبولش کردید. با جای سر دکتر خودش رو همیشه سر دکتر معرفی میکند کو؟ سر دکتر. حالا باید در کجاست؟ او رو در همه جا میکوبند. کشتنی اند. میدونید چی؟ خودتون او رو با کار قبول کردید. خودتون مسئله اش رو بینید. با گردن من بار نکنید. میبخشید خیر نباشد. دوام ته. چی گپ زدم آخر؟ گپ زن. من چی من؟ خب بعضا میشود کو. چی اینجا استراحت خانه تشکیل کردی؟
تو چی کار کرده ایستادایی؟ خیر از اینجا بیا کار میکنی کاردار نشه سرت منو میگویم ابلای مموریو مرتوه کار میکنی این چی گپ؟ ما در کجاییم؟ این بیمارخانه است یا گستاپا؟ یک اشتریست گرش بارمن. آروم شوید. آرام شد استاد. این شوخی بود. شوخی. چه شوخی؟ حیات انسان این شوخی است؟ ای اگر خودی پگاه همان دکتری تعیین کردهتون را پیدا نمیکنید من با شما در دیگر جا دیگر خیلی گپ میزنم. فهمیدید؟ خیز رفتیم. همین قدر برای شما پول دادم کم بود؟ فهمیدیم. چه که بخوای گرفتن گیر برای من فرق ندارد. اگر با تو خانه در کار باشد همین خانه از آن تو. همه چیزی که در این خانه هست همش از آن تو. نصیبت کند. من پروا ندارم. خودت بید از این خانه میگیری از آن خانه میگیری اختیارت بردن گیر لیکن با من کردار نشو. اگر لازم شود من به شما باز کمک میکنم. دست یاری من به بسیاری ها میرسد و تو هم. لیکن گوش کن آدم تا به این درجه گمراه نمیشود. با شوهر چون مناسبت کردن نابخشیدنی است. گناه من بود که تو را روی دست گرداندم. افسوس نفهمیدی. تو هم عزیزکم ماهی به عیب نیستی. من اکنون عیسی هم برای خود موسی هم برای خود. گوش کن ساعت چند گفته بودی؟ حاضر ساعت چند؟ ساعت 4 گفته بودیم لیکن ساعت 5 می شود. چرا تو حاضر یکان دنگم نمیزنی تو؟ یکو دیگه در کار نه من نداریم. تا به این درجه من انتظار نبودم. لباس ما را برده به شخصی بیگانه دادی. تو میدونی در کیسه چی بود؟ نه خود که زنی صاحب معلومات تا به این درجه ساده باشد. اینقدر بهانه نکوبید. رفتنی باشد روید. تا قدم تاق شد. اگر یکان کسی یافته باشید به بهانه روید جدا میشویم. نه 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 این طور نه این طوره. این اغوا و دعوا در حق من اساس ندارد. اگر مقصد جدا شدن داد نزنید. زبان میخوایی روی من مونده شدم. بس چی گناه کردم که نسبت من تو این قدر بی اعتباری میکنی؟ البته مایلش بینم البته میگویم. خوب شده است. سلامت باشید. تشکر. السلام علیکم. شکر شکر خدا خدا را شکر. خوش با چی گپ شد؟ نزد من هیچ کس رو در آمدن نمانید. شما نقص خواننده نقص صحت سلامت همه. تشکر. آنجا گذاریم. مرحمت. آبی چشمه. رحمت. وضعیت اویلوی ما رو میدونی؟ بله میدونم. باز سر کرد. بیزار شدم. خوش. همون خانه‌ای که در نزدیکی شما بود هنوز خالی است؟ خالی؟ زندگی کردن ممکن؟ البته ممکن. یکی بای خانه تماما خالی. هیچ چیز ندارد. تماما خالی. این هیچ گم نه. پیدا میکنیم. شما چی؟ تمام چیز چاره خانه را مانده برآمدنید؟ خیر. و فرزندها مانه چی بدی دارد؟ فرزندها رزق روزیشان را خودشان یافته میخورند. خب چیکار کنم؟ بیایید این خیل میکنیم.
یک دزدی ساخته تشکیل میکنیم. چخیر؟ من یک گروه آدمان را میدانم که آواره‌گرد از عهده همه کار میبرند. شما با آنها شناس میشوید. من خودم همه‌اش را خودم تشکیل میکنم. چیز و چاره وی خانه را به این خانه میکشانم. همه‌اش را شما بی‌ملال آمده زندگی کردن میگیرید. فقط کمک پولی لازم. بایلش؟ حاضر نه. بعد. چی میگوی؟ تو من رو بزار کردی دل کسل میشینی فقط دم میگیری. خودش چی گپ؟ برای چی من میقپیدم؟ من میدانم فعلت من قپمو تو من رو مجدنی. بقپ تو چکو کردیستای؟ برای چی من میقپیدم؟ ابو خیچیدم اومده ایستان. عبدالرحیم کن رفته فهم وی چی میخواد؟ زودتر جون. این مورا فروختی است. این آدم نبود از کو؟ ایبی اینها آدمان شباناب می نمایند. به اینها باور کردن ممکن؟ 100%. دوستم تیدگر جانشان را فدا میکنند. براستی؟ از دست اینها همه کار می آید. دیدید؟ آیا افت اینها را بینید؟ اینها همین خیل. سلام علیکم. یگان خدمت بود. شما استید. غیر از این لباس ها دیگر پوشیدنی ندارد. آدمان در کوچه بینن چی میگویند؟ دیگر لباس نیست؟ نیست. همش همین.
بیایید دارید همه پایافزارش رو کشد اینجا همه چی رو دیدید یگان چیز گم نشود نه حاضر نه بعد میشینه مصلحت همین خیل آن خانه رو دیدید؟ دیدیم همه چیز رو نغز کرد در خاطرتان گرفتید گوش کنید دودر گوش کنید التماس میکنم هوش شما پریشان نکنید مجبور نکنید که من یک بار دو بار تکرار کنم التماس گفتن گیرید میفهمم مایلش خب با تکرار میگویم همه آن چیزی که آنجا بود دیدید اینجا رو هم دیدید انا اکنون برای چی گوش نمیکنید یا مرا نمیفهمد با کدام زبان گپ زنم که تو مرا فهمی گنگ است بیچاره یک آدمای میوبید که یگان سالمش نیفتید مایلش اصلا گنگ باشد باز نقصتر همه آن چیزی که اینجا دیدید نغز که میپیچانید به آسیب همه آن چیزی در آنجا بودگی را در یک متای ملایم نغز که میپیچانید از بالایش با کاغذ رو کش میکنید و باز با کاغذ پیچانید در قوطی ها جا به جا میکنید مسیحت تمام پخت فراموش نکنید خوب شده است خانه خواب را دیدید؟ نه ندیدید؟ بیاید نشان دهم خب الان این همه را بار میکنید بچه ها همه آن چی که اینجا میبینید سراسیمه نشده احتیاط کارانه نغزکک میپیچانید التماس میکنم نغزکک میپیچانید فیرمای ما کفالت میدهد 100%. چی فیرما؟ فیرمای ناموس آها این نام با من معقول این همه رو کنده نغزکک پیچانده و ماشین بار میکنید مصلحت پخت رفتیم دوامش رو میبینیم با یگان چیز دست رسونید بردار جانداری شو همین را گیرد از دستم بیار دارید اینقدر وزنین بوده است زور مانده لیکن وزنین بوده است احتیاط کرده بردارین احتیاط کرده بردار اویستا میزنم نقل تونی اویستا تر اویستا با زمین مونه عدد بزنید برداشتر بسیار است شیشواری است یا طرف باز نشکند شما من فهمیدید زود از پای کار شوید احتیاط کنید احتیاط مرکز حجت ها در ماشین چی داری؟ جوان تخ پاسپورت هست با فکرم همین کس نوشیدگی میبخشد اکا من نمینوشم رفتیم؟ من عموما نمینوشم سلام علیکم این باری من بسیار خوب با خانه برده شدم بار حجت دارد؟ حجت دارد چی گپ شده با است؟ فکرم راننده شما نوشیدگی من نمینوشم اکا بازی میسنجیمت نینوشم من در نمینوشم عمرم ننوشیدم اکا پوف کن ساز پوف که
یک بوی هفت خر میکنی ای اکا از برای خدا من من کسی نکه نمیشم با یک گرد گپ که من حقیقتا رو میدیم آخه مونت هیچ گپ نداره سرم چرد زده از نمون دست معلوم نوشیدگی من نمیشم وای نمی نوشد من بله خبر کنید ای سبیا وای در خودم بکن مونتی اینجا بیا چکم نوشیدگی ما از بابا شما شکایت بکنم بارم چی بشود آخر من خودم ماشین تا نگاه میکنم با کی گفتم بگی برشون شما هم اتو بگی نمیشه برشون من خودم نگاه میکنم ماشین تا ای در پدری حجتاش همش تفتیش میکنی فهمیدی ننوشیدم حالی هم بو کدسته اینجا های تو حالی اوجا خطی شما گپ میزنیم در را پوش بگم همه شما همین خیل میگوید ننوشیدم نمینوشم در عمرم ننوشیدم انا در اینجا باید پوف کنید اپا جون من در عمرم یگان بار یک گپ نزنید ننوشیدم پوف کنید پوف کنید پوف کنید با تمام قوتون سختتر حالو هم سختتر کنی علاقه معلوم از پوف کردنتون یک جای نوشیدید ها بسیار محمدانگی میکنید آرام شوید بگویم چند بار گفتم که اون نوشیده اینه از آرام همجا شوید. من هم در عمرم ننوشیدم یک آدمی با آبرو شرم نمیدارید شد. شد بس کن. محمدانگی نکن این کس کی؟ این کس این کی؟ صاحب همون بارکا اکنون از جایتون خیزید ها به اونجا روید خزید راست ایستید دستونتون رو راست کنید دست راست کنید راست شینید و خیزید شیشتیم خیستیم شینید خیزید راست شینید خیزید دستونتون رو راست دارید شینید ана акнун чашмонатонро пӯшида дастонатонро рост кунед ангушти ишоратиатонро рост ба нӯги биниятон мерасонед сар кардем ой бинятон дар куҷо нанӯшидам наменӯшам шарм намедоред بیا بس زودتر گذرانید تست کنین дастатонро монед фишоратонро санҷем лозим не фишори шумо зуд баланд мешавад من تماما فشار ندارم мебахшед гӯед ӯ нӯшидагӣ ё не тамоман ҳушёр аст аниқ ташхис нишон дод вақта гирифтеда اکا اما. التماس хай мо дар از хизмат اینجا خلاص شویم мебахшед бор чӣ шуд бор амакҷон бори шумо дар ҷояш сиқ нашавед мебахшед марамат ман шуморо мебарам хуб майлаш вазифа амал хай раҳмат Намеарзад. мо ҳам барои бехатарии ҳамаи шумоён кӯшиш мекунем خیر سرگردان марамат ده гузаред ба шумо як ҷон ташаккур саломат бошед Саломат муваффақ бошед. бошед ҳоло сабр кунед
آمادن میکشونیم. خوب شده است خوب شده است. السلام علیکم علیکم. السلام. آوردیم. بارک الله. مرحبا. شاید آیسته حاضر آیسته آیسته. من خودم حاضر من خودم. آی ما ایستاد. این درم کشویم. این طرفش نکشو. نه بر فرارد یک بینیم. حاضر فقط آیسته احتیاط کنید. احتیاط کنید. اول بلنگش رو گیر اول. اینها چیزهای قیمت بها. آی خلی.